درود و سلام به یکایک شما تماشابینان عزیز و ارجمند. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکت محمد با شما هستم. اینک توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که در برنامه امروزه پیشکش شما می گردد. جریمه برای بینقاب گشتن، پیشگیری کرونا ویروس یا غارت مردم. باز تظاهرات در روشان. این دفعه مقامات امنیتی یادگار فیضوف را پیش مردم به وعده غلافی متهم کرد. باز توربین یکمی نیروگاه برق آبی راغون برای بررسی تکنیکی از کار ماند. اعلان سبکی ها در روسیه برای شهروندان خارجی در مرحله پاندمی. امروز مجلس ملی تاجیکستان پلاته بالای پارلمان روزنامه اجلاسی دومی خود را که بعد 10 روز سنه 26 ایون برگزار می گردد تصدیق کرد. بعد 10 روز سناتورهای تاجیکستان در قطار مسئله های دیگر مسئله وارد نمودن تغییرات و علاوه ها به کادکس حقوق ویرانکنی مأموری که موافق آن برای رعایت نکردن به اصطلاح رژه نقاب پوشی جریمه ها جاری شده می توانند بررسی می کنند و شاید با امضای رستم جان این تغییرات به کادکس وارد شده حکم قانونی گیرد. یادتان باشد پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 10 ایون برای نقاب نپوشیدن در جایهای جمعیتی اینچنین رعایت نکردن مسافه بین همدیگر تا 2 متر حجم جریمه ها را از 116 سومانی تا 290 سومانی مقرر کرد. غیر از این طبق تغییرات و علاوه ها برای پهن کردن معلومات ناصحیح و بر علاوه بر دروغ طریق وسایل اخبار عامه درباره پاندمی از 580 سومانی برای شخصان واقعی و تا 11600 سومانی برای شخصان حقوقی جریمه ها پیش بینی شده است که این موضوع دیگر است. ما امروز تنها درباره جریمه برای بی نقاب گشتن گپ میزنیم. راستی شخصا بنده صرفم نرفتم که منطق قبول کردن همین قانون چی است؟ چه منطق دارد؟ سر اول خیلی کوشش کردم جنبه های مثبت همین تغییرات را جستجو کنم. با این امید که شاید وکیلان پارلمان در قبول این قانون دلیل های خود را دارند و این تصمیمشان به صلاح کار و مفید برای پیشگیری پنجشنبه کرونا ویروس است. می شود تخمین زد که پارلمان تاجیکستان که در اصول دولتداری تاجیکستان هرچند از روی قانون شاخه جداگانه حاکمیت است، در اصل همچون یک سیستمی حلقه به گوش حاکمیت اجراییه فعالیت می کند. در این تصمیم حتما پارلمان فرمان حاکمیت اجراییه را رابطگونه به اجرا رسانیده است و سهم از وکیلان پارلمان در این تصمیم نیست. این تصمیم حاکمیت اجرایی است. حاکمیت اجرایی نمیخواهد حتی در این حالت مدهش مسئولیت تأمین مردم به خوراک و نیازهای طبی را به دوش گیرد. بنابر مقامات نمیخواهد کرانتین شود و مردم خانه‌نشین باشند، بلکه باید مرده مردم هم صحرا براید و کار کند. انا برای همین در تاجیکستان کرانتین نشد. برعکس امر شد که همه به کشت و کار برایند، کار کنند، کارخانه و کارگاه ها از کار نماند. از یک جهت این بد نیست. به هر حال به هر راه نباشد باید پیش رفت. البته درست است. اما بدون کرانتین کردن تنها با راهی از همدیگر دور ایستادن و حتما با نقاب گشته از سرایت کرونا ویروس پیشگیری کردن شاید این تجربه نیست اندر جهان و اونیکلی در تاجیکستان باشد. شاید تاجیکستان کادرهای بهترین بهداشتی و ویروسولوژهای نیست اندر جهان را داشته باشد که چنین طرز پیشگیری از کرونا ویروس را توصیه کرده باشند. اما اگر به توصیه های طبیبان ورزیده جهانی و خودی سازمان جهانی بهداشت اهمیت دهیم، اصول پیشگرفته مقامات تاجیکستان و سازمان جهانی بهداشت و متخصصان
یک بامو دو هوا را میماند. اکثریت ویروسولوگ ها بر اینند که حتی نقاب توان پیشگیری از سرایت کرونا ویروس را ندارد و بهترین پیشگیری از سرایت کرونا ویروس این نبرآمدن از خانه و جمع نشدن است. حتی در تمام جهان در ایام کرانتین شعار در خانه شینید، از خانه نبرآیید را پیاده کرده اند. اکثریت رسانه ها، سازمان ها، شبکه های تلویزیونی حتی نام خود را به این که در خانه میشینیم از خانه نمیبراییم عوض کردند. اما در تاجیکستان چه؟ در تاجیکستان مقامات میخواهد هم مردم در خانه نشیند و کار کند، صحرا براید و هم مبتلای کرونا ویروس شده به بیمارخانه نآید. و باید هر 3 ساعت این بیچاره مردم نقاب خرد. از جانب دیگر اگر به این مسئله نظر کنیم، بیشتر از این تصمیم بوی فسادکاری می آید. فسادکاری یک بهانه دیگری پولکارکنی به نهاد فسادزده نظارتی ترتیبات، یعنی میلیسه ها. اینها شکار را سر می کنند. میدانند که مردم امروزها در حالی است که حتی برای نان یک روزه پول می جوید. از کجا به نقاب خرید پول جدا می کند؟ اینها میدانند که حتما نیمی از مردم این طلبات را اجرا کردن نمی تواند. میدانند این را. باز میخواهند از این حساب دو طرفه پول کار کنند. هم پاره گیرند و هم جریمه. باز جریمه چند پول بوده است؟ 290 سومانی. خوی خولا بیغم ها، این مردم اگر 5 سومان پول اضافی از نان، شکر و روغن می داشت، همان نقابتان را می خرید و به دست شما نمی فرامد. هم بیزنسی نقاب دوزی شما پیش می رفت و هم جان مردم از دست شما خلاص می شد. این مردم که نتوانسته است 5 سومان از شکم زن و فرزندانش یا اهل خانوادهش زیاد آرانده یک نقاب خرد، چگونه 290 سومانی جریمه پرداخت می کند؟ چگونه؟ پولی یک لینگ آرد 50 کیلویی. یک مسئله دیگر این است که وقت شما 4 ماه و 5 ماه است به مردم معاش نداده اید، این مردم هر روزه هر 3 ساعت یک نقاب را با کدام پول میخرد و به کوچه میبراید و با کدام پول اگر نقاب نداشته باشد شما جریمه کنید جریمه میسپارد. عقل شما در کجایتان؟ باز یک ملاحظه دیگر این است که حالا این طلبات بعد 10 روز به امضا میرسد. بعد 10 روز یعنی 26 ایون. اگر در مدت این 10 روز مقامات کرانتین اعلان کند و طلبات کرانتین به طور حتمی اجرا شود، شاید به قبول این قانون نیازی هم نماند. مسئله اقتصادیش رو هم اگر حساب کنیم، شاید در خانه نشستن مردم ضررش کمتر از آن باشد که مردم به کوچه برایند و کار کنند و به بیماری گرفتار شوند و در بیماری ضررهای هنگفت ببینند. یک سوال دیگر از مسئولین و وکیلان پارلمان. اصول جریمه بندی رو هم آیا معین کرده اید؟ این مردمی که اگر مبادا در کوچه بدون نقاب بازداشت شوند، معلوم است که اکثریت پولی به جریمه میدادگی ندارند. پول میداشتند نقاب میخریدند. در این حالت شما چگونه از مردم جریمه میستانید؟ یک لبی دنبه مردم را بریده گرفته بازار میبرید، چیکار میکنید؟ یا لخت کرده سر میدهید و لباسشان را به سکینخین میبرید؟ همین حالت را تصور کرده آدم حیران میشود. به خاطر نسپاریدن جریمه بی نقاب گشتن پرونده به سود رفته است. فرض کردیم
اجراچی سود در بدر مردم نرخ لباس و تکپوشی مردم را حساب میکند. بجز همین دیگر کارم میشود. در همین شب روز که مردم بی پول است، بی جای کار است، 5-6 ماه باز شما پول مردم را نداده اید، چه چیزی مردم را میگیرید؟ جریمه را نسپارید، کار به سود رفت، اجراچی سود به در مردم رفت، چی میگیرد از اونجا؟ اقلا شما در کشور از حساب کمک های خارجی نقاب و لباس محافظتی را بی پول تامین کنید. به هر یک نفر کارگر به هر 3 ساعت کاریش 1 تاگ نقاب حساب کرده بی پول دهید. بعد طلب کنید که بی نقاب نگردد و در این حالت اگر بی نقاب کوچه براید حتما جریمه می شود. چرا شما این کار را نمی کنید؟ از کیسه اتان کو صرف نمی کنید. کمک گرفته تاجیکستان برای 1 ماه و 2 ماه به ملال می دانید که می رسد، خصوصا برای نقاب. چرا نمی کنید؟ برای آنکه دو چشم گدایانه اتان سیر نشده است. هم کمکی به نام مردم آمده را از خود می کنید و هم می خواهید مردم خودش به حال خودش باشد و هم می خواهید یک چی هر روزه از جیب مردم کنده استید. مگر برای همین به کودکس حقوق ویرانکنی ماموری تغییرات علاوه وارد نمودید؟ کی شما به مردم شرح می دهید که این تصمیم شما چی جنبه های خوب دارد؟ به چه خاطر این تصمیم جریمه کنی را گرفتید؟ شما وکیلان حاکمیت اجراییه حکومت تاجیکستان کدام راه های دیگری را دیده برآمدید که محض همین جریمه کردن نسبت به دیگر راه های دیده برآمده اتان صلاح کار بوده است؟ آیا همین مسئله بررسی شد؟ یگان وکیل در این باره به مردم یگان گپ گفتنی دارد یا نه؟ یا فقط جریمه پول تمام؟ بجز جریمه و حبس و زندان، کشتن و غارت مردم، چشم علا کردن به دارایی و جیب مردم به سر شما یگان فکر و اندیشه سازنده دیگر هم می آید یا نه؟ برای چی همیشه تصمیم های شما مجازاتی است نه تشویقاتی؟ برای چی مقامات اینجا من مقامات گفته هم پارلمان و هم مقامات سعودی و هم حاکمیت اجرایی را در نظر دارم، چون در تاجیکستان در عمل این 3 شاخه تابع یک نفرند. به اجازت جنابشان حتی با همسرشان سلام علیک نمی کنند. اینجا سوال این است که برای چی مقامات نمی تواند با جلب متخصصان بحث های علمی تشکیل کند و در نتیجه این مباحثه ها راه درست مفید هم برای مردم و هم برای حکومت را انتخاب کند؟ برای چی همیشه در دلخواه تصمیم مقامات فقط به جیب مردم چشم علا کرده می شود؟ و در نهایت می پرسم که همین ستاد مبارزه با کرونا ویروس به چه کار مشغول است؟ آیا این ستاد نیز وابسته به تجربه اندوخته‌اش در این چند هفته مبارزه یگان پیشنهاد به پارلمان کرد یا نه؟ یا اینها هم گفتن که حتما جریمه کردن در کار؟ تماشابینان عزیز، اینجا من چند سوالهای در میان گذاشتم که این سوالها در قلب هر یک شهروند کشور زندان شدند. زندان در قلب است. این گفته ها، این سوال ها اگر بیرون آید، اگر صدا دهد، این حکومتداران صاحب این صداها را زندان می کنند.
این سوالها و معماها به آن خاطر به میان آمدند که این مقامداران همچون گنگ و کر رفتار میکنند. قانون میبرارند، بعد مردم میفهمد که یک چنین قانون برآمده است. یک نفر را از کم کجا آورده زندان میکنند. خود سود کننده و سود شونده چند ساعت پیش از سود کنی و سود شوی میفهمد که فلانی باید زندان شود، باید مال ملک فلانی غصب کرده شود و آن را فلان خسر بچه‌ای جنابشان صاحب شود، باید فلانی جریمه شود، باید تجارت فلانی به حساب فلانی گذرانیده شود. تا کی به همین وحشیگری عمر حکمرانی خود را دوام میدهید؟ تا کی؟ ای حکومت داران، مگر شما در حقیقت به این باورید که با همین حالتان در میپایید؟ اگر به همین باور باشید، توش بیره را خام شمرده اید. هرچی زودتر به خود آید و راه های تشویق کننده و گومانیستی را پیشه کنید، وگرنه این مردم دیر یا زود در پوستتان تلبک می نوازد. تماشابینان گرامی، اکنون چند خبری گردآورده همکارم صفیه واحدова از رسانه های تاجیکستان و جهان را بشنوید. در مرکز ناحیه روشن باز هم تظاهرات اعتراضی دایر شد. دیروز 15 ایون حدود 70 ساکن این ناحیه با گذشت 2 هفته از مذاکرات ساکنان با رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان یادگار فیضов دیگر باره در نزد حکومت ناحیه جمع آمده از آن شکایت دارند که مقامات امنیتی توافقات حاصل شده در مذاکرات با فیضов را قبول ندارند و همچنان به مقامات سپردن دست کم 4 ساکن روشن از جمله رزمنده سابق اتحاد مخالفین تاجیک یادگار غلام حیدرов را طلب دارند. در این باره سامانه اخبار خبر داد. یادآور می‌شویم یادگار فیضов که روز 1 ایون بعد 10 روز تبابت از کرونا ویروس از بیمارخانه شهر خاروق جواب شد، بلافاصله به روشن سفر کرده و مردم روشن وعده داده گفته بود که من شخصا این مشکلی را بر دوش خود میگیرم. از این به بعد این پرابلم من و یادگار است. وعده میدهم که این کار را تا آخر پیگیری میکنم. شما تشویش نکشید. گفتنی است یادگار غلام حیدرов با مقاومت به کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و همدستی به شرف قابلov یک ساکن 44 ساله دهه‌ای بروشان که با اتهام تشکیل قاچاق مواد مخدر از افغانستان دستگیر شده است عیبدار می شود. حوادث روشن روز 22 می از بازداشت قابلov سر شد. او به کارمندان امنیت مقاومت نشان داده سردار شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در ناحیه روشن سمندر چویانov را با کارد زخمی کرد. همسایه های قابلov از وی حمایت کردند و کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی روز 23 می 2 نفر آنها را دستگیر کردند، ولی ساکنان روشن در نزد بینای کمیته دولتی امنیت ملی جمع شده آن 2 نفر را آزاد کردند. از 23 می تا 1 ایون در مرکزهای ناحیه روشن چند مراتب تظاهرات اعتراضی ساکنان دایر شد. مقامات از اهالی طلب دارند که گمانبران را بسپارند، ولی اهالی طلب داشت که از تعقیب این 3 نفر دست بردارند و حیات آنها را نسوزانند. در همین حال خود روز 15 ایون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه روشن عوض کرده شده به این مقام پلکاونیک میلیتسیا ذکری‌آزاد جورخانگدو خواجه تعیین شد، ولی هنوز معلوم نیست که آیا این تعیینات به حادثه های اخیر در روشن ارتباط دارد یا خیر. فعالیت توربین نخست نیروگاه راغون برای بررسی تکنیکی متوقف شد. طبق خبری سامانه اوستا مقامات وزارت انرژی و ذخیره‌های آبی تاجیکستان اعلام کردند که فعالیت این توربین برای بررسی تکنیکی قطع شده است، ولی ساختمان نیروگاه همچنان ادامه دارد. گفته می شود در بودجه امسال تاجیکستان نیز برای ادامه کامل کردن ساخت نیروگاه برقی آبی راغون 220 میلیون دلار اختصاص یافته است که با حساب قرض‌های دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی این میزان تا آخر سال به 400 میلیون دلار میرسد. خبری از چرخ زدن بازماندن چرخه توربین اول نیروگاه برقی آبی راغون در حال است. کارگران ساختمان نیروگاه به رادیوی آزادی گفتند ماه هاست که معاش خود را نگرفتند.
ба гуфти коргарон аз миёни тақрибан 25000 коргар ки дар сохтмони роғун фаъолият доранд, коргарони ширкати итолиёвии Solini Impregilo, Togic Hydroelektromontaj ва ширкатҳои русӣ сари вақт маош мегиранд, аммо онҳо не. ба гуфтаи коргарон, ҳафтаи пеш Қоҳир Расулзода, нахуст вазири Тоҷикистон, ки ҳамзамон масъули сохтмони нерӯгоҳи роғун дар ҳукумат аст, ба маҳалли сохтмон рафта, дар ҳузури коргарон ваъда кардааст ба зудӣ маош мешавад. коргарон мегӯянд, аз ваъдаи Расулзода 1 ҳафта гузашт, аммо аз маош дараке нест. гуфтанист, турбини нахусти нерӯгоҳи барқии обии роғун пас аз 40 сол аз замони оғози сохти ин тарҳи муҳими энержии Тоҷикистон 16 ноябри соли 2018 баҳрабардорӣ шуд ва турбини дуввуми он ҳам 9 сентябри имсол, солрӯзи истиқлоли Тоҷикистон тавлиди барқро оғоз кард. нерӯгоҳи роғун бо садди хокии 335 метрӣ ва зарфияти тавлиди 17 миллиард киловаттсоат барқ дар сол бузургтарин тарҳи барқии обии минтақа аст. сарвазири Қирғизистон Муҳаммадкалӣ Абилгазиев истеъфо дод. дар ин бора Спутник Қирғизистон бо истинод ба хадамоти матбуотии ҳукумат хабар додааст. сабаби истеъфо кушода шудани парванда алайҳи аъзои ҳукумат марбут ба тамдид ва барқарор кардани иҷозатномаҳои радиобасоматҳо гуфта шудааст. аммо худи Абилгазиев таъкид кардааст ки ба ин масъала ҳеҷ рабте надорад. Абилгазиев гуфтааст, дар шароити душвори имрӯза вақте ки кишвар ба хатари сирояти коронавирус муқовимат мекунад ва тадбирҳо барои пешгирии таъсири манфии иқтисодии коронавирус мубориза мебарад, ҳукумат бояд устуворона кор кунад ва аз боварии комил бархурдор шавад. аммо вазъи номуайянӣ ба кори мукаммали ҳукумат халал мерасонад. дар моҳи май вакили мардумӣ Жанар Акаев дар парлумон гуфт ки ҳукумат 2 иҷозатномаи радиобасамадро бо нархи арзон фурӯхтааст. ба гуфти Акаев, бидуни огоҳии сарвазир иҷрои ин амал ғайриимкон аст. вакили парлумон хисоротро 5 миллиард соми қирғизӣ, тақрибан 4 миллиарду 600 миллион рубл арзёбӣ карда буд. дере нагузашта Абилгазиев ба айбдоркуниҳо посух дод ва рухсатии кӯтоҳмуддат гирифт то аз айбдоркунӣ ба тафтишот ҷилавгирӣ кунад. айни ҳол прокурори генералии Қирғизистон таҳқиқот мегузаронад. бо иттиҳоми фасод дар агентии давлатии алоқаи ин кишвар 5 нафар аз ҷумла кормандони кумитаи давлатии амнияти миллӣ боздошт шуданд. Владимир Путин, раисҷумҳури Русия, бо имзои як фармон сабукиҳо барои шаҳрвандони хориҷӣ дар марҳилаи пандемияро тамдид карда, ҳамзамон бархе шартҳои навро ҷорӣ намуд. тибқи тавзеҳоти фармони ҷадиди Путин, агар муҳлати санадҳои будубоши шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия то 15 сентябр анҷом ёбад, он тариқи автоматӣ тамдид карда мешавад. дар феҳристи санадҳое ки муҳлати амалашон то 15 сентябр тамдид мешавад, иҷозатномаи иқомати муваққатӣ РВП, санади иқомат ВНЖ, раводид, қайд дар ҷои истиқомат, сабт дар мақомоти муҳоҷират, шаҳодатномаи паноҳандагӣ ва санади кӯч ба Русия ном бурда шуданд. аммо дар мавриди патент ва иҷозатномаи кор таъкид шудааст ки баъд аз 15 июн кор бидуни ин аснод иҷозат дода нахоҳад шуд ва афроде ки хоҳиши кори қонунӣ доранд, бояд ҳаққи патенту иҷозатномаи корро пардохт кунанд. тибқи фармони қаблӣ кор бидуни патент то 15 июн иҷозат дода шуда буд. Вадим Коженов, президенти Федератсияи муҳоҷирони Русия, бо нашри як видео тафсилоти фармон ва қоидаҳои баъди 15 июнро шарҳ додааст. фармони нави Владимир Путин, раисҷумҳури Русия, 16 июн мавриди амал қарор хоҳад гирифт. ин дар ҳоле аст ки ҳамасола садҳо ҳазор муҳоҷир аз Тоҷикистон барои дарёфти қутилоямуд ба Русия сафар мекунанд ва дар марҳилаи пандемия теъдоди зиёдашон дар ин кишвар дармонданд. این بود تحلیل ما و شرح خبرها تا این دم. برنامه‌های دیگر ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net لطفاً پیگیری کنید. تماس با ما توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما و تلگرام با رقم 49 15 16 46 15 947. خودتان و نزدیکانتان را از سرایت کرونا ویروس احتیاط کنید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.
فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net